سلام به همگی. قراره که با هم راجع به نوشتار چینی یاد بگیریم، یعنی با نوشتار چینی آشنا بشیم. سوالی که خیلی ازم پرسیدن. خب اول از همه اینم بگم، ببینید من آخر این کلیپ یعنی کلا یه راه داره واسه یادگیری نوشتن چینی که اون یه راه هم من آخر کلیپ میگم. پس اگه میخوای یاد بگیری حتما کلیپ رو تا آخر نگاه کن. خب ببینید این نویسه های چینی از استروک تشکیل شدن. اول بگم این نویسه های چینی بهشون میگیم خنزه یا کاراکتر، یا میگیم کاراکتر یا خنزه. از استروک ساخته شدن. استروک یعنی چی؟ یعنی حرکت. مثلا الان این خنزه که معنیش میشه عدد 10 که میخونیم ش، عدد 10 از 2 تا استروک تشکیل شده، یعنی از 2 تا حرکت، یه حرکت افقی، یه حرکت عمودی. و ترتیب اینها مهمه که من اول کدومو بکشم و بعداً کدومو بکشم و تا آخرش، که اینها رو میتونید با استفاده از اپلیکیشن ها یاد بگیرین که من خودم آخر کلیپ یه دونه رو بهتون معرفی میکنم. و بعد این که ما زبان چینی، یعنی توی زبان چینی وقتی می‌خوایم بنویسیم چپ به راست می‌نویسیم. فکر نکنید مثل تومارها از بالا به پایین می‌کشیم، نه اینجوری نیستش. مثلا الان من می‌خوام بنویسم نیها، خب باید از سمت چپ به راست می‌نویسم. ببینید از استروک تشکیل شده. این استروک اوله، یه حرکت، بعد این، بعد این، بعد این، بعد این و این. خب این الان شد یه خنزه، یه نویسه، یه کاراکتر. بعد هم این و این. خب این نی هست، این ها هست. خب ببینید من از سمت چپ به راست کشیدم و خنزه های ما باید توی یک مربع هایی تقریبا قرار بگیرن که هم سایز باشن، که همونطور که میبینید اینجا برای من زیاد همسایز نیستن، اما شما دقت کنید که همسایز باشن. یعنی کلا از دستخط من الگو نگیرین بلکه عبرت بگیرین. و آخر هم نقطه رو توی چینی نقطه تو، یعنی دایره تو خالی میذارن. و اینکه بین کلمات ما فاصله نمیذاریم، یعنی توی تایپ اسپیس نذارین، اینا رو کنار هم مینویسن دقیقاً. و اینکه برنامه رو الان معرفی میکنم. اون تنها راه یادگیری که بهتون گفتم، تنها راهش تکرار و تکرار و تکراره. یعنی اینکه شما یک کلمه رو هر شب می‌نویسین، انقدر می‌نویسین که بره تو ناخودآگاه ذهنتون، و بعد هم که کاملا مسلط شدین باز کامل نمیذارینش کنار، چون به هر حال یادتون میره. واسه همین حالا با فاصله زمانی بیشتر اونا رو دوره میکنین. این تنها راه یادگیری خنزه هاست.